ready, go. این بازی رو افتاندن و با این بازی با این دست غالب شدن کاری آسان نیست، چون که به خاطر این بازی رو با این بازی غالب شدن باید ماها و سالها تمرین کنی. انا همین زحمت های چند ساله و چند ماهه صالح جان بود که در چمپیونات آسیا که سنه های 23 و 30 اپریل در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان برگزار گردید سزاوار جای یکم و مدال طلا گردید و پرچم تاجیکستان را بلند برداشت. پس از یک سال تمرین زحمت‌های صالح معروفов ثمر داد و او را قهرمان آسیا اوید به نمود ورزشی دستیابی نمود. او در مسابقه سطح آسیا روزهای 23 تا 30 اپریل سال جاری از روی همین نمود ورزش در وزن 45 کیلوگرم شرکت نمود. در این مسابقه ورزشکاران ده‌ها کشور دنیا میان هم رقابت نمودند. صالح در این مسابقه همه رقیبانش را دستخوان کرده سزاوار مقام اول و مدال طلا گشته پرچم تاجیکستان را بالا برداشت. من هلا مشق کردم، هلا قیم بود مشق کردم، چمپیون آسیا را تیاری کردم. بعد استاد من گفت گفت رفتیم در سمرقند چمپیون آسیا. بعد رقیبم بود قرقیزستان بود، قزاقستان بود، ازبکستان بود. اونم سخت بودم. من جای سزاوار یکم را گرفتم، طلا مدال گرفتم، پرچم تاجیکستان را برداشتم. اینجا خیلی خوب بود، ورزشکاران بسیار بودن. صالح معروفov با توصیه پدر به این تولید ورزشی آمد، چنانه که خود او میگوید از نخستین روزی پیوستن به این نمود ورزش در دل آرزوی قهرمان شدن را میکند. حالا با سپری شدن یک سال نیت‌هایش عملی می‌گردد. صالح همه روزه به این تالار آمده با همراه استاد خود مراد ادریسیف نازکی‌های ورزشی دستیابانی را می‌آموزد. وقتی بار اول به حالت تمرین آنها نظر می‌کند در اول عادی می‌نماید، ولی به این نمود ورزش مشغول شدن کاری آسان نبوده. از هر یک نفر احتیاطکاری و چست و چالاکی را طلب می‌نماید. هنگامی که ما از رفت تمرین کنی و سری غالب شدن صالح نواربرداری نمودیم، فهمیدیم که ورزشکار دستخوان نه هر کس شده می‌تواند. قهرمان ما در قطار 14 نفر دیگر یکی از جوانان افتخاری ختلان میباشد، چون 16 نفر شاگردان مراد ادریسیف در چمپیونات آسیا که در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان همین سال برگزار گردید از روی نمود دستخوانی اشتراک نموده 14 مدال را به دست آوردند. Очень достойно выступили наши несовершеннолетние дети. Первое место занял Соловьев Маруф. Первый раз у нас так произошло. Супер-юниор 45 килограмм. И я очень доволен. Очень достойно выступил. Первое место первый раз. حالا او 17 سال دارد. البته در سن سال صالح قهرمان آسیا گردیدن کاری سهل و آسان نیست، ولی چونه که در عرفیت میگویند هیچ گنج برنج به دست نمی آید. تلاش و زحمت های این جوان موفق باختری به او عنوان قهرمان آسیا را داد. باید گفت که در دوام یک سالی وارد شدن به این نمود ورزش در چندین مسابقه های جمهوری اشتراک کرده سزاوار یک جای یکم، یک جای دوم و 2 جای سوم گردیده است. بعد شرکت در مسابقه سطح جمهوری که در شهر باختر برگزار گردید در آن صالح 2 جای را صاحب گشته شوق زیاد به دستخوانی او را به شهر خوجند ولایت سوخت برای اشتراک در مسابقه جمهوری کشاند. در این مسابقه صالح در حجم 10 کیلوگرم از وزن خودش زیاد اشتراک کرده جای سوم را میگیرد. با گذشت چند ماه باز در شهر دوشنبه مسابقه از روی این نمود ورزش برگزار گردیده صالح باز در وزن 55 کیلوگرم شرکت کرده جای دوم را نصیب می شود. دستاورد دیگری او این سزاوار جای اول در چمپیونات آسیا از روی دستخوانی می باشد. مورد به یادآوری است که توجه به این نمود ورزش روز تا روز در تمام منطقه های تاجیکستان علل خصوص در شهر باختر زیاد گردیده شماره ورزشکاران می افزایند. مثال روشن گفته‌های بالا این تالاری پر از جوان شده می تواند. صالح که طول یک سال می شود زیر رهبری استاد خود مراد ادریسیف تمرین می کند نیت دارد که در آینده در مسابقه های بیرون از آسیا شرکت نموده سزاوار جایهای نمایان و چمپیون جهان از روی این نمود ورزش گردیده شرف تاجیکستان عزیز را بلند بردارد. نبی جانی سید ابرار، فردوس عمروف، مخصوص برای روزنامه ختلان.